آیا دایناسورها در ایران زندگی میکردن؟ بله، ما در این ویدیو به دو نوع از این دایناسورها میپردازیم. یکی از دایناسورها تروپودهای گوشخواری هستند که اندازه آنها تقریباً به 4 متر میرسید و قدمت آنها بین 200 تا 70 میلیون سال پیش میرسد. تروپودها دایناسورهای گوشخوار تبار بسیار متنوع هستند که راپتورها هم جزو همین تبار هستند. آنها دایناسورهای پردار و اجداد پرندگان بودند. یکی دیگر از دایناسورهایی که در ایران زندگی میکرد سروپودها هستند. سروپودها تبار بزرگی از دایناسورها هستند که گردن دراز، 4 پا و گیاهخوار بودند. آثار رد و پای آنها فقط در 3 نقطه ایران یافت شده: البرز، خراسان، اصفهان. سروپودهای کوچک شبیه آروپاسورس هستند که در حدود 6 متر بودند.